خب خودرو که می‌بینید ونیسیا استار ام اچ ای، حالا همون ونیسیا استار ام با در واقع یک موتور 1.5 لیتری که توی حالا این در واقع بروشوری که اینجا گذاشتن گفته شده موتور میتسوبیشی هستش که حالا 188 اسب بخار قدرت داره، 260 نیوتن متر گشت آور داره، بین دورهای 1500 تا 4500 و طبق ادعایی که شده 6.1 لیتر بنزین مصرف میکنه با گیربکس 7 سرعته دوبل کلاچ و ستاپ 100 کیلومتر 9.9 ثانیه. ظاهرش رو می‌بینیم. خودرویی که قرار توسط مکس موتور وارد کشور بشه. فضای داخلیش هم برام نشون میدم. یک مانیتور با تسلایی بزرگ داخلش هستش، وسط داشبورده و کلید شماره کاملا دیجیتال، یک موروف بزرگ این بالا. الان این حالا شد باشه رو ببینیم. ظاهرش یک هیبت خاصی داره از پشت، این پهنه و سعی شده که در واقع هم در کنار کراس‌اوور بودنش یک حالت اسپورتی هم بهش داشته باشن، اسپورتی در واقع کلاسیک و رینگ های 5 پره دو رنگ. این هم محفظه موتورش که حالا زیباسازی و ترتمیز کار شده.